سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو از کانال آبان. ما یه سری راستیم اسکای بلاک. به نظرتون من الان چرا بر نمیگردم؟ همین الان تو کامنت ها بگید تا 3 میشمارم برمیگردم. 1 2 3. بعد همینطور که میبینید درخت های پرقامت یا برفت چقدر زیاده. بله همینطور میبینید خیلی هن. و بله یه چیزی که من این مدت ویدیو نمیذاشتم، امرالد جمع کردم و این همه تنه چوب دارم و این چستم بله 64 تا و 7 تا اسکناس دارم. ایول. و بزن بریم آهن بخریم که امروز آماده میشیم بریم ندر و در پارت بعدی میریم ندر. امروز آماده میشیم. 1 2 3 4 5 6 تریده بس. ولی خب من 6 تا آهن دارم. 6 تا. ایول. بریم چیا بسازیم حالا؟ وسایل که سنگی داریم. یه ذره استیک میخوام. یه شیلد. چوبام تموم شد. خب شیلد داشتم. شیلد داشتم باز چی ساختم؟ استیک. خب یه شمشیر، یه کلنگ. بله افتتاح میکنیم شمشیر و کلنگ آهنی را. اول کلنگ رو بله افتتاح شد و شمشیر رو که افتتاح شدیم جاشو نداریم. ولی خب من یه غذا بردارم. غذا خب باید فلینت به دست بیاریم. فلینت رو کدوم ویلیجر میفروخت؟ یا دارم فلینت هم استیل دارم. نه ندارم. بذار اول پورتال رو آماده کنم. خب درست از آب در بیاد. 1 2 3. 1 2 3. خب فلینت رو باید بریم بفهمیم کدوم میفروشه. فلینت میره امرالد بیارم. میترسم کار نکنه چون 4x4 کار نمیکنه. نگرانم. خب امرالد یه دونه. تو میفروخ دیگه.
ادت آهنم داریم بریم درست کنیم. آهن کجاست؟ نگو که نداریم. ای بابا باید زودتر تریدشو با کنم. با نکرد. فیلینت اینجا میداد. فیلینت و ردستان اینا. خب تا آماده شه ما بریم بزنه تنه بفروشیم تا اون چیزش برگرده. ای نشت جامپر رو بزنم. رسیدیم. یه دونه فروختم. اشکال نداره 2 تا امرالد بود دیگه. حداقل اینو میگیری. بله بگیر XP بده. بله 20 تا XP. یه 4 تا اینو دیگه بفروشم. من برام عجیبه این همه چیزو میخرن کجا میخوان استفاده کنن. این برای شما سوال نبوده، برای من خیلی بوده. بله 36 تا امرالد. میتونیم یه کاری هم کنیم، دایموند بخریم. اینم میتونیم بکنیم. یه دونه دایموند. نه فعلا نه. بذار چیزش کنم. این چی اسمش نمیدونم، اسمش طولانی هرچی اسم. این دقیق در نمیدونم. بست آمد بس. اشکال نداره، اشکال اصلا نداره. خب من برای اینکه تایم ویدیو گرفته نشه ویدیو رو کات میکنم تا اون ترید آهنش با بشه. خب دوستان من داشتم چوب میکندم، اومدم یه سر بزنم ویلیجر چی شد و یه خبر خیلی بد. یکی از ویلیجرامون زامبی شده. لعنت بشی. یه زامبی اینجا بود کشتمش نگیر بردم. حالا با کردی؟ نه چقدر طول میکشه. مرغ جمعشون کنم یا بکشم؟ میکشم. بهتر بود. بله همینجور که میبینید من قشنگ اینجا رو دارم حرس میکنم. یعنی زدم همه درختها رو نابود کردم که قراره بیشترم این کار انجام بدیم. خب دوباره من ویدیو کات میکنم تا اون تریدش با بشه. خب دوستان من بعد یه عالمه تلاش تونستم بالاخره یه دونه آهن ازش بخرم و الان خیلی زمان گذشته ولی معلوم نیست. خب بزنم بریم بسازیم. اول بزنم اینو رو بذارم.
ایول استیکا نباید اینجا باشه، استیکا باید اینجا باشه. خب فلینت من کو؟ ایول فلینت استیل. بسم الله الرحمن الرحیم. بله اینم پورتال ندر. بذاریم برای این اپیزود بریم یه نگاه بندازیم یا نه بریم اپیزود بعد انشالله با هم دیگه میریم ندر. ممنون که تا اینجای کار تو ویدیو من نگاه کردید. در ویدیو بعد میخوایم بریم ندر، در پارت بعدی میخوایم بریم ندر. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.